شیخ الاسلام قطب الدین مودود چشتی در نیمه شب دوشنبه 9 رجب سال 430 هجری قمری در چشت شریف دیده به جهان گشود. در خراسان و نواحی شام و حجاز به قطب الاقطاب سلطان خراسان خواجه کبیر، امام طریق، محبوب پروردگار، شمع صوفیان، چراغ چشتیان، مشهور و قطب الدین لقب داشت. ایشان سفرهای زیادی داشتند، از چشت تا بیت المقدس و بلخ و بخارا را دیدن نمودند. مریدان زیادی داشتند و در دوره حیاتشان از شهرت خاصی برخوردار بودند. بنا به نوشته حمدالله مستوفی، خاندان چشتیان را خاندان کل می‌خوانند. از عهد ابراهیم خلیل الله صلوات الله و السلام علیه تا کنون در هر ملت که پیدا می شده ایشان شیخ آن وقت می بودند. شیخ مودود چشتی به خراسان مردی صاحب وقت بود. طریقه عالیه چشتیه از چشت شریف در هرات توسط حضرت شیخ الاسلام سلطان العارفین خواجه قطب الدین مودود چشتی و خلفایشان در سراسر کشورهای اسلامی چون بخارا، دمشق، آذربایجان، عربستان، ایران، مصر و شبه قاره انتشار پیدا کرد و حضرت ایشان در این سلسله قائد و امامند. ایشان در سن 7 سالگی تمام قرآن کریم را حفظ کرده بودند و به تحصیل علوم اشتغال داشتند. وقتی که به سن 26 سالگی رسیدند، پدر بزرگوارشان خواجه یوسف وفات نمودند و ایشان را به جای خود بنشاندند. ایشان به خصال حمیده موصوف و به افعال پسندیده معروف بودند و مردم آن ولایت همه در مقام اعتقاد و محبت و انقیاد و ارادت وی بودند و توفیق شرف صحبت و دولت تربیت شیخ الاسلام احمد نامغی جامی نیز یافته بودند. وی در حوزه علمیه چشت شریف از سن 7 سالگی تا به سن 24 سالگی به تحصیلات ادامه داد. علوم حدیث، تفسیر، فقه، عقاید، ادب، نحو، معانی و منطق را نزد بزرگانی چون ابو نصر سمرقندی، علامه ابوالفضل هشام سرخسی، ابوالحسن محمد اصفهانی، حضرت شیخ رکن الدین و غیره فرا گرفتند. سلطان مودود تصنیفاتش به 31 اثر می رسد که از جمله کتاب‌های تحفة الواعظین، تحفة الصابرین، تحفة السالکین، منهاج العارفین، خلاصة الشریعه و غیره را می توان نام گرفت و اکثر تصنیفاتش در زمان تهاجم چنگیزیان طامه آتش کردید. آرامگاه قطب الدین مودود چشتی از بناهای تاریخی و مهم چشت شریف است که به سبک استادان دوره سلطان حسین بایقرا به صورت عالی کاشیکاری و سنگکاری شده است. گنبد آرامگاه قطب الدین مودود چشتی از دیگر گنبدها در چشت شریف اندکی بهتر است و بانی این گنبد زنده یاد احمد قلی خان سارمی، شاعر شیرین بیان سده 12 هجری می باشد. این گنبد در سمت شمال شرقی خانقاه‌ها یا مدارس تاریخی چشت شریف با فاصله از جاده واقع شده. بنایی است با ایوان رفیع و 2 مناره در شرق و غرب آن در بردارنده تزئینات کاشیکاری از دوره معاصر است.